حرف زدن با تو هیچ فایده همش تقصیر تو بود. بچه‌مون نتونست قیافت تحمل کنه. دیدی که با اون بودش رفت. نمیتونم تحمل کنم. راستی ببینم سرندیپیتی تو کجا زندگی میکنی؟ من تو قاره کاچی زندگی میکنم. دلت میخواد بریم اونجا؟ آره دوست دارم. خیلی خوش اومدی کنم. چی؟ اون که کنانه اون کوریه یعنی چه اتفاقی افتاده؟ پیلا ممکنه لطفا یه کاری واسم انجام بدی؟ پدر مادر کوری الان خلیج آرومن. میشه خواهش کنم یه سری بری اونجا و بهشون بگی که ما اینجاییم. اینطوری خیال اونام راحت میشه. خیلی خوب. میدونی من همسر تو هستم و از تو توقع دارم که به زندگی تو بچت بیشتر ولی میدونی من قول دادم بنابراین هیچ کاریش نمیشه کرد. خب قولتو پس بگیر. این کارو که میتونی بکنی. آها با شما هم کوریکونی و سرندیپیتی الان در قاره کاچی هست. خیلی خوب خواهش میکنم یه خورده دیگه نگرش دارید. من میخواستم یکم اطراف جزیره بگردم و تنها باشم. سرندیپیتی کجاست؟ پیلا قاره. قهر من میبینم اتعجب. چی شده کنم خیلی خوشحالی؟ سرندیپیتی من برگشتم اومدم بهت. کوری چطور شده اون اینجا خوابیده؟ سرندیپیتی خوشحالم که برگشتی کنم. سرندیپیتی بگو چی شده؟ کوریمو خیلی اوقاتش تلخه و حسابی از دست شوهرش عصبانیه. مسئله خیلی مشکل و پیچیده است. امیدوارم که سعی کنن یه جوری با هم آشتی کنن. مادر من نمیتونم این کارو بکنم. اگه یه همچین کاری بکنم دیگه هیچ وقت نمیتونم تو صورت پروفسور نگاه کنم. خب این خیلی آسونه. تو تنها کاری که نه نمیتونم این کارو بکنم. سلام صبح بخیر. مادر تو بیدار شدی کوری؟ اینجا کجاست؟ پدر و مادر من کجا هستن به من بگی؟ اونا هنوز نیومدن دنباله. من میخوام برم خونه. خیلی خوب باشه من میبرمت. منم همراهت میام. برید. خب چه خبر پیلا؟ بی‌فایده. اونا تمام شب حرف زدن ولی نتونستن نتیجه‌ای بگیرن. پس بهتره که ما یه خورده دیگه هم اینجا بمونیم. باش بمونیم. کوری دلت میخواد توی دریا شنا کنی؟ آره دوستم. این فکر خیلی خوبیه. بهتره بریم. با من کاری داشتی؟ آره قاضی اسمل از من خواسته که کوری رو به خلیج آرام برسونن. اونا تصمیم گرفتن که مشکلشون رو تو دادگاه مطرح کنن و قاضی اسمل گفته که اون باید تصمیم بگیره که کوری باید با چه کسی زندگی کنه. انقدر نمیتونی فکر و عقل داشته باشی که این دادخواست رو لغو کنی. سعی کنی که بازم دربارش فکر بکنی. نه ما اگه 1 سالم حرف می‌زدیم بازم فایده نداشت. خواهش میکنم که خودت دادگاه تصمیم بگیره که بچه رو چه کسی نگه داری. خب شما میخواین از همدیگه جدا زندگی بکنید درسته؟ ولی من نمیدونم برای این کارتون دلیلی هم دارین یا نه. ببینم تا حالا شده درباره بچه‌تون یا درباره آینده اون فکر بکنین؟
زندگی شخصی من یه چیزه و کوری یه چیز دیگه. من از صبح تا شب همیشه به فکر کوری هستم جناب قاضی. منم همینطور جناب قاضی. من تو زندگیم هیچ چیزی رو عزیزتر از کوری و مادرش نمیدونم. جناب قاضی، همسر من سالیان ساله که در بحث‌های علمی پروفسور آبراهام شرکت می‌کرد، ولی به نظر من دیگه با وجود کوری اون نباید بنده سابق برای بحثاش وقت بذاره و هی بره اونجا. شما از اینکه شوهرتون دانشمند ناراحتین. به هر حال خانم‌ها یه مورد دیگه تو زندگیشون پیدا میکنن. جناب قاضی، کار زیاد شوهرم باعث جدایی اون از خانواده‌اش شده. زندگی من به این صورت خیلی سخت شده. دیگه بیشتر از این تحمل ندارم. بله. برای چی به زندگیت بر نمیگردی؟ خب برای اینکه من قول دادم. تو قول دادی؟ بله، من قول دادم که تا پایان بحث و رسیدن به یه نتیجه منطقی هر روز به منزل پروفسور ابراهام برم. اگه یه وقت به اونجا نرم، معنیش اینه که من نمیتونم روی قولم وایسم و این درست نیست که کسی روی قولش وانسته. اصلا با این همه محبتی که پروفسور به من کرده نمیتونم تنهاش بذارم. حالا دیگه میتونی جریان بهش توضیح بدی. اما من هر طور بشه نمیتونم که زیر قولم بزنم. خب تو اینو میدونی که داری آرامش خانوادت رو به خطر میندازی؟ ببینی بیل، کسانی که ازدواج میکنن باید قبول کنن که مسئولیت زندگی کردن دیگران هم پذیرفتن. من از تو میخوام که دست از این کارت برداری و نذاری بچت یا همسرت تنها باشن. من از پروفسور آبراهام هم خواهش میکنم که تو این کار به تو کمک بکنه. خیلی خوب، من از ایول میخوام که برگرده پیش خانواده‌اش. نه، خواهش میکنم این کارو نکنی. من نمیخوام یه بحث علمی مهم و همینجور بی نتیجه ول کنم و برم دنبال کار خودم. همینطور پروفسور آبراهام، من نمیتونم بذارم که این کار رها بشه. ما باید به نتیجه کارمون برسیم. خدای من مثل که فایده‌ای نداره. خیلی خوب، برای من مهم نیست که شما از هم جدا زندگی بکنید، ولی کوری خودش باید تصمیم بگیره که با کدوم یکیتون زندگی بکنه. ببینم کوری کجاست؟ کوری آها اون داره میاد. کوری بیا اینجا، بیا. برو با چه کار داری؟ سلام. بگو ببینم کوچولو، تو با کی میخوای زندگی کنی؟ مادرت یا با پدرت؟ پدرم هم با مادرم. ببین، پدرت میخواد تو خونه زندگی کنه و مادرت تو ویلایی که در ته دریاست. بنابراین زندگی کردن با هر دوشون در یک زمان غیر ممکنه کوچولو. اما من دلم میخواد که پیش هر دوتاشون باشم. گوش کن که چی میگم، این غیر ممکنه. تو نمیتونی هم با پدرت و هم با مادرت زندگی بکنی. این امکان نداره. آخه من میخوام هم پیش پدرم باشم هم پیش مادرم. دیگه شورش در آوردی، حالیت نمیشه که من چی میگم؟ جناب قاضی، یه دقیقه صبر کنید. یه خورده آروم باشین و مهربون‌تر باش حرف بزنین. آخه من هر کاری میکنم مشکل همین جور سر جاشه. خیلی خوب باشه، حالا من تصمیم میگیرم. من اصلا اونو میبرم مدتی پیش خودم نگهش میدارم. نمیخوای با من زندگی بکنی؟ بسیار خوب. سرندیپیتی، پس لطفا یه مدتی شما نگهش دارید. بله. جناب قاضی، این اصلا درست نیست که یه بچه رو از پدر و مادرش دور کنید. این بچه مال ماست، بس بایدم همیشه پیش خودمون باشه. شوخی رو بگذاری کنار خانم. کوری به طور کلی کوریه و مال خودشه. تا وقتی که اون بزرگو بالغ نشده شما حق ندارین این حرفو بزنین. بله درسته، اون تا روزی که بزرگ نشده باید با پدر و مادرش زندگی بودن تو کنه. خانواده برای یه بچه از هر چیزی واجب تره. اون پسر ماست، برای همینم جدا شدن از اون واسه ما غیر ممکنه. پس میخواین چی کار بکنین؟ ما خودمون نگرش میداریم. پس دوباره ازتون میپرسم، آیا قسم میخورین که هر دوتون کوری رو بزرگ بکنید؟ بله قسم میخوریم. جانمی، هر دوتاتون رو دوست دارم. پس دادگاه قبول میکنه که شما دو نفر دیگه خیال ندارین جدا از هم زندگی کنین. حالا من مجازاتتون رو تعیین میکنم. از ایبل و کوریما به خاطر تصمیم به جدایی ادعای خسارت میشه. مجازات اونها اینه که تا پایان عمر فکری جز زندگی با هم دیگه نداشته باشن و هفته 2 روز هم کوری رو به گردش ببرن. آقای ایبل هم وقت بیشتری رو تو خونه بگذرونه. پیلا تو همین خبر رو برای یانت رو ببر و بهش بگو که فوراً مواظب باشه که این حکم درباره اونا اجرا بشه. چشم قربان، الان میرم بهش میگم. ختم دادگاه اعلام میشه. من احساس کوریما رو خوب میفهمم. برای اینکه خودمم واقعا دوست دارم که همیشه کنا رو ببینم و با اون باشم.
من همیشه پیش تو میمونم تا اون روزی که بالاخره تو بتونی پدر و مادرتو پیدا کنی. قرار شد کوری کوری با پدر و مادرش زندگی کنه، ولی نمیدونم کونا که میتونه پدر و مادرش رو پیدا کنه. اما مطمئن هستم که اون تنها نیست، برای اینکه سرندیپیتی بهش قول داده که همیشه پیش اون بمونه. جزیره ناشناخته تابش ملایم نور خورشید باعث میشه که اهالی اونجا احساس فوق‌العاده‌ای داشته باشن. مثلا در اوایل بعد از ظهر همه ساکنین اونجا میل شدیدی به خواب پیدا میکنن، ولی تو این روزی که شما دارین میبینین همه چیز فرق میکنه. برای اینکه صدای نگران کننده پرنده‌های دریایی خبر از اتفاق تازه‌ای میده. حتما اسماج داره میاد اینجا. سرندیپیتی حالا چیکار کنیم؟ چی؟ اسماج داره میاد؟ ایلا پیا کانا سرندیپیتی کجاست؟ بهش بگو اسماج داره میاد طرف جزیره ما. وای سرندیپیتی حتما بازم خوابالویی. پس تو سلامتی؟ نمیدونی چقدر ناراحت شده بودم. چرا ناراحتی؟ من که حالم خیلی خوبه. باید خیلی مراقب باشیم. من میگم که اسماج حتما یه نقشه جدیدی کشیده که داره میاد اینجا. سرندیپیتی ما باید خیلی مواظب باشیم. چی؟ پس اگه اینجور باشه باید یه فکر حسابی بکنین و نذارین اونجا برسه. ولی ما که نمیدونیم را خود اسماج تو چه فکریه. نمیدونیم که چه موقع میاد. ما هیچی نمیدونیم. آره درسته. خب پس ناخدا اسماج کجاست؟ اسماج من اینجا من اینجام سیلور. اسماج من خیلی دلم میخواست بدونم که چه اتفاقی برات افتاد. بگو تعریف کن. باور کن که این دفعه خیلی بهم سخت گذشت. همونجور که میدونی من جستجومو برای پیدا کردن اون جزیره ناشناخته شروع کردم، اما وقتی که داشتم دنبال اونجا میگشتم دیدم که اونجا دارن آتش بازی میکنن. بازی تو جزیره ناشناخته؟ من اینطور خیال کردم. بعدم به فکر این که اون یه راهنماست دنبالش راه افتادم. آخه فکر میکردم که یه نفر دیگه به اون جزیره رسیده و حالا داره جشن میگیره. به هر حال رفتم ولی به هیچ جزیره‌ای نرسیدم و اون آتش بازی از بین رفته بود. عاقبت راهمو گم کردم. حتی نمیدونستم که کجا هستم. ولی از اونجایی که کارا همیشه بد میشه بنزینم هم تموم شد. مثل دیوونه ها بی خودی رو دریا میگشتم. طولی نکشید که آب و غذام تموم شد. وضعم بدطوری شده بود که به هیچ چی امید نداشتم. اما خوشبختانه هر طور بود از مرگ نجات پیدا کردم تا اینکه یک کشتی رسید و بهم آب و بنزین و غذا داد و من نجات پیدا کردم اومدم پیشت. خب چه اینطور؟ ببین اسماج بهتره که دیگه اون جزیره رو اصلا فراموش کنی. چی؟ تو چی گفتی؟ من فکر میکنم که رفتم به جزیره ناشناخته واسه آدما تقریبا محال باشه. یه نگاه صبر کن پیرمرد. من شک ندارم که سرندیپیتی رو دیدم، بنابراین شکی وجود نداره که اون جزیره وجود خارجی داره و چنانچه وجود خارجی داشته باشه من حتما میتونم برم اونجا. بالاخره یه روزی زحمت‌های ما به نتیجه میرسه و کلی ثروت به دست میاریم. ببینم تو نمیتونی فکر اون جواهرات رو از سرت بیرون بکنی؟ آخه واسه چی؟ این چه حرفیه که میزنی؟ حتی اگه تو هم ازم بخوای من نمیتونم این کارو بکنم. خب اسماج گوش کن چی میگم. من دلم نمیخواد ملوان خوبی مثل تو رو از دست بدم. پیرمرد از اینکه میشنوم تو به من علاقمندی خیلی خوشحالم، ولی میدونی رسیدن به اونجا آرزوی منه. خب پیرمرد هر کسی واسه خودش یه آرزویی داره و سعی میکنه که به آرزوش برسه، مگه نه؟ درست میگم؟ بله اسماج. بازم راجبش خوب فکر کن پیرمرد. گوش کن، من تا جایی که امکان داره سعی خودمو میکنم، حتی اگه شده از پول خودم استفاده بکنم و خرج کنم. من برای این کار حتی حاضرم زندگیمو به خطر بندازم و با کشتیم هر جا که شده برم. اون جزیره واسه من همه چیزه. من حتما باید اونو پیدا کنم. گوش کن، من دارم کاری میکنم که هر کسی دیگه ای هم که جای من بود همین کارو میکرد. در ضمن خواهش میکنم یه خود دیگه هم صبر کن پیرمرد. من بالاخره یه روزی پولدار میشم. تو چت شده سیلور؟ اینه یه خود ببر بهش غذا و چیز دیگه بده. تو هم بهتره بیا یه خود غذا بخوری یا بعدش هم یه استراحت بکنی. ناراحت نباش، تو برو من الان میام پیشت. دیگه اینقدر دلواپس من نباش. منتظرتم. اسماج ببین من نمیدونم تو چه فکری هستی، ولی هرچی از کار خرافی انجام نده. اینقدر تو کار من دخالت نکن. من وقتی اونو دیدم یه فکر خوبی به سرم زد. تو هم اگه یه چند روزی صبر کنی نتیجه فکر منو میبینی.
من حالا این تور رو به سر